موبایل انداخت. مصطفی موبایلش جواب نداد. نه جواب نمیده. چطور جوابم بده؟ چه رقم جواب بده؟ وقتی بچه لط خوردم میره باز چطور موبایل جواب بده؟ مادر جان لطفا شما قدر فکرای بد نکنین. نیاز جانم به لبم رسیده. آی فقط که ما آرام بودم میتونم. در اونجا جان اولادایم در خطر است اینجا. من درست است اگه بچه تو از شوهر مام است، سیور مام است. توبه توبه. اشهد ان لا اله الا صبر الله. که آسیه سلا را کجا میبری؟ نکن چی میکنی او دختر؟ مرا دیوانه نساز. صبر کن آسیه. از پشتشان میرم. آسیه صبر کن آسیه جان. دختر یک دفعه دگیری بیایی باز من میفهمم. صبر کن دختر شیشک صبر کن. آروس الا دخترم برو از باغچه یک چند تا پیاز بکن بیار برم. ادریس خیرت باشه چی قول مقال داری؟ طاهر خیرت باشه سروازتان چطور است؟ چرا سر و وضع ما را چی شده؟ احتمال میشه که کت کالا زیر غطایی زده باشی. خداوند برای دو چشم داده خودت میبینی. با جایی که قهق و ناق سوال کنی برو برای ما یگان کالا بیار. آها میاریم. نوران حالا برو یگان چیز گرم بیار. بدو دیگه. ها برو پالی بخوری بشین. طاهر باشیم. خیرت باشه. ای چی وضعیت است؟ اوه کاکا داود شما هم شروع کردین؟ خوب استی؟ نوران خانم بیادر یگان کالا برشان بتین که بپوشن. درست است. کتما بیایی. بیا جانم. تو معلوم میشه باز خدا و فامیلت در جنجال انداختی. هیچ پرسان نکنین کاکا داود. پرسان نمیکنم اما با اگوشتو که زن نمیشه راحت فرار کرد. خودتا میره میفهمی. کاکا داود همه قبرم بگوین میتونین یک لطف ده حقم کنین؟ والا ببینم چیزی که در توانم باشه امورم میکنم. اما بفهم که از این کارت خدا و راستی خوشم نامد. واه بسیار نمودت میته. مثل ماه معلوم میشی. خدا بپیچان جان مادر. ای بوتای بچه مست. بپوش ببینم اندازه پایت هست یا نه. خودم در جانت میکنم.
بیخی اندازه مذهماتو نیست؟ آل از خاله جانت تشکر تشکر خاله جان. قابل تشکر نیست. آی قندولک مه ماشالله. چند سال هستی؟ 7 ساله. خیم سنه بچه مستی. وای کاش که اینجا می بود همراش ساتیری میکدی. فعلا مکتب رفته. تو مکتب نمیری؟ من مکتب نمیرم. هیچ نرفتی؟ اما 7 سال هستی باید بری. ما یک بار پیش طاهر میریم. کلاهیت دستت کجا مادر؟ مسرت میخوایم. به خاطر چی یک دونیم؟ از که گفتم مکتب نمیرم. دیگه پیش پدرت نیستیم. خیر مشکلی نیست که بگویی. درست است یک دونیم مادر. حالا که پدرم نیست میتونم مکتب برم؟ شاید. دم اینجا باشی مادر مکتبم شاملم کن مادر. میفهمی که نمیتونیم اینجا باشیم. یعنی پشت ما را ایلا نمیکنن؟ اگه پشت ما را ایلا نکنه بازم از دستش یک راه فرار پیدا میکنیم. همیشه کی تیز میدوه؟ شادخت پادشاه یا بدماش فیلم. معلوم دار است ما و تو. حتی ما میتونیم ریکارد بهترین دونده جهان بشکنونیم. نیک یادت رفته؟ و کاکا طاهرم. کاکا طاهرت چی شده؟ تو ما و مادرم بهترین تیم دوش جهان هستیم کاکا. حالا بیا بغلم. کپتان. ما کپتان هستم؟ البته دیگه. تو کپتان تیم ماستی. حالا کجا خود رفتیم؟ پادشاه و شادخت باید سوار تراکتور شوند. زنده باد. حالا نوران خانم بیادر میشه مشالتانه بتین؟ این حال بیخی مثل عروس قریه کارا دینیز شدی. کسی خود دید. میفهمی که محافظای وداد پشت ما افتیده. حرکت از بخیر کاکا. بچه من در بخل گرفتن. خود کت زنم در دریا انداختن. زن ما کت خود بردن. زن مرا. ودت یک کمه آرام باش جانم. نمیتونم آرام باشم ایشان. یک دقیقه دیگه آرام بودن نمیتونم. از خانه خودم از شهر خودم زن اولاد من گرفتاندن. این آمدن خودت در این دریا که بخواهیم کنن لعنت یاره. اونو قصد گرفتنه. زندگی زن و اولاد من داشتن ایشان. چرا که من نمیفهمی؟ اینجا بیا. چوری را چارت نکردی کلمه بیشرف. چوری را تا چارت نموندی. حالا دیگه بگردین. کل جای بپالین. 100% دم اینجا پت شدن. چند نفرم به شفاخانه روان کنین. دیگر آرام بگوین که چارچوش من متوجه باشن. حالا دیگه چرا منتظر هستین؟ حالا دیگه تا مستاد شد. بگه دیگه. شماره را که شما دایل نمودهید خاموش می باشد. ودت از دست تو چی کنم من؟ بهار جان آقا قدرت صدا کو و ما قرار داده. My friend, have you ever found yourself playing a song where all the chords were hard